سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. این ویدیو اولین ویدیوییه که من دارم توی یوتیوبم میذارم. اولین ویدیوها معمولاً بدترین ویدیو هاست، چون تو هیچ مسیری که پا توش گذاشتی نمیدونی. مثلا من الان نمیدونم قرار چطور جمله بندی کنم، نمیدونم چه بک‌گراندی استفاده کنم، زاویه دوربینم رو چجوری بذارم، هیچی نمیدونم. اما همیشه اولین ها مهمترین هست، چون تو وقتی اولین قدم رو توی مسیر رسیدن به خواستت میذاری، از اون من کمالگرای ایدئالگرای خودت سعی میکنی یکم فاصله بگیری و اولین قدم بقیه مسیر رو بهت نشون میده. اولین قدم توی مسیر رسیدن به خواستت همیشه سخت‌ترینشه، ولی وقتی که انجامش بدی بقیهش خیلی برات راحت‌تر میشه. میتونه اولین ویدیو یوتیوبت بشه، اولین مثل من که الان اولین ویدیو یوتیوب هم میذارم، اولین ویدیو اینستاگرامیت بشه، اولین روز کاریت باشه، میخوای مثلا آنلاین شاپ بزنیم، اولین قدم جدی برای اون آنلاین شاپ باشه، میتونه اولین روز کلاسی که برای هنر که میخوای بری باشه، اما بعدش همه چیز آسان تر میشه. خلاصه به اولین قدم من خوش اومدید. اسم من هستیه. توی اینستاگرام زیاد جو صمیمانه‌ای من برقرار نکردم. امیدوارم اینجا بتونم اون جو صمیمانه رو برقرار کنم، به همدیگه کمک کنیم و ممنونم ازتون برای اینکه من با اینکه ویدیوی توی یوتیوبم نذاشتم 1000 تا سابسکرایب اولی گرفتم و این فوق العاده از صمیم قلب برای من ارزشمنده. اینکه شما اینطوری منو حمایت کردید معذرت میخوام، اینکه شما اینطوری منو حمایت کردید واقعا فوق العاده است و واقعا لطف شما و مهربون بودن شما رو ثابت میکنه. خیلی خوش اومدین. وقتی که صحبت از رسیدن میخواسته میشه، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه و به ما گفته میشه اینه که بنویس خواستهاتو تا اتفاق بیفته. حتی یه کتاب معروف هم راجبش هست که بنویس تا اتفاق بیفته. ولی من امروز میخوام یه تکنیک نوشتن خواسته ها رو بهتون یاد بدم که خودم همیشه ازش استفاده میکنم و افراد معروفی هم که خیلی از نوشتن خواسته نتیجه گرفتن، وقتی ازشون پرسیده میشه که چطور خواسته هاتون رو مینویسید، این تکنیک رو بهتون یاد میدن. خیلی ساده است. بازم عذرخواهی میکنم، شاید من یکم جمله بندیام اشتباه باشه، نحوه صحبت کردنم، چون ویدیوی اوله همچنان یکم استرس دارم، ولی امیدوارم بتونم منظورم رو خوب بیان کنم. تو حالت عادی وقتی ما میخوایم خواسته هامون رو بنویسیم، میگیم که آقا من یه ماشین میخوام، من مثلا یه شغل مورد نظر تو ذهنم هست، من اون شغل رو میخوام، من یه پارتنری میخوام که این ویژگی ها رو داشته باشه، نمیدونم من یه خونه این شکلی میخوام و میایم یک سری درخواست ها رو میدیم. اما این تکنیک سناریو نویسی، نوشتن خواسته ها به سبک سناریو نویسی شده است در واقع. یعنی چی؟ یعنی شما به جای اینکه بیای بگی آقا من فلان ماشین رو میخوام، من فلان خونه رو میخوام، بیای یک روز از آیندت رو تصور کنی. خب مسلما ما یه خواسته نداریم، ما چندین تا خواسته داریم. یکی ممکنه هم خونه بخواد، هم ماشین بخواد، هم شغل رویاییشو بخواد، هم میخواد یک تغییری به وجود بیاره، بدن ایدئالی رو داشته باشه از نظر خودش. هر آرزویی آقا، تابلوی آرزوهای منه مثل اینکه خیلی زیاده، ولی خب هر آرزویی میتونی داشته باشی دیگه. مسلما آرزوهات یک دونه نیست که بیا بگی من همین یه دونه میخوام، چند تا. حالا تو میای چیکار میکنی؟ تو تصور میکنی مثلا یک روز از آیندت چه شکلی میتونه باشه. 4 تا خواسته داری، مثلا پارتنر مورد نظر، ویژگی های مورد نظر تو داشته باشی، شغل مورد نظر تو داشته باشی، درآمدی که میخوای رو داشته باشی، خونه‌ای که میخوای رو داشته باشی. میای تصویر سازی میکنی یک روز از اون آینده. برای مثال من هم میخوام میخوام یه شغل خوبی داشته باشم، هم میخوام یه ماشین خوبی بخرم. حالا تصویر سازی میکنی وقتی که اون اتفاقا، مثلا 4 تا خواسته ای، تو 4 تا خواسته داری، همین الان اتفاق افتاده و تو اون روز رو میای مینویسی. مثلا من امروز از خواب بیدار شدم، حالا مثلا میخوایم ماشین مورد نظر داشته باشی، میخوای یه روتین مورد نظر داشته باشی. وقتی از خواب بلند شدم این روتین رو رفتم توی آینه به خودم نگاه کردم، مثلا
هدفت اینه که وزن کم کنی. توی آینه به خودم نگاه کردم، اون وزنی که مورد نظرمه. بعد میای میگی که اون روتینی که مورد نظرم رو انجام دادم و با ماشین مورد نظرم میای یک داستان مینویسی که خواستت همین الان اتفاق افتاده ولی به صورت داستان سازی شده. با ماشین مورد نظرم، حالا مثلا ماشین چیه؟ اون ماشین رو میاد مینویسی، مثلا میگی با ماشین خودم که مثلا 206 مشکیه رفتم سر کار. حالا کاری که میخوای چیه؟ مینویسی. ممکنه کاری که میخوای رو ندونی چه کاری میخوای ولی ویژگی های شغل مورد نظرت رو بدونی. میای اون ویژگی های شغل مورد نظرت رو مینویسی و هر چیزی که میخوای. بعدش اصلا میخوای پارتنر خوب جذب کنی، میای چی کار میکنی؟ میای میگی که بعد از کار با شخص مورد نظرم، حالا دوست داری شخص مورد نظر چه رفتاری با تو داشته باشه. یه ویدیو درست میکنم برای اینکه چطور پارتنر مورد نظرمون رو جذب کنیم. صرفا این نیست که بخوایم پارتنر خیلی قضیهش فرق میکنه. میای میگی که با این ویژگی ها خودت سناریو نویسی میکنی، داستان سازی میکنی یک روزت رو که اتفاق افتاده. خیلی مهمه که به جزئیات توجه کنید. چرا به جزئیات توجه کنید؟ وقتی که شما جزئیات رو میایید مینویسید دقیقاً مشخص میشه که چی میخواید. صرفا نگو که من یه ماشین مثلا 206 مشکی میخوام. چی برات مهمه؟ چه ویژگی هایی داشته باشه؟ مثلا برای چه سالی باشه اون ماشین؟ چه ویژگی های اون ماشین داشته باشه؟ با چه قیمتی مثلا دوست داری اون ماشین رو داشته باشی؟ توی نوشتن خواسته ها خیلی مهمه که جزئیات رو بنویسید. چون که خیلی یار دیدم خواسته هاشون رو مینویسن ولی بدون جزئیات، بعد اون خواسته اتفاق میفته، بعد جزئیات مورد نظر چون ذکر نکردن تو خواسته میمونن. مثلا که چرا من اینجاشو نگفتم، اینجاش یه شکل دیگه اصلا رقم خورد. واسه همین میگم که خیلی مهمه که جزئیات رو بنویسید. اگه شغل مورد نظر میخواید بگو که آقا دوست داری که همکارت با تو چطور رفتار کنه، دوست داری صاحب کارت با تو چطور رفتار کنه، محیط اون شغل چطور باشه، درآمدی که دوست داری داشته باشی، ویژگی های مثبت اون شغل. بیا همه اینا رو ذکر کن که اون جزئیات به چیزی که سر راهت قرار میگیره خیلی کمک میکنه. حالا کمک دومی که نوشتن جزئیات میکنه چیه؟ اینه که باعث میشه که تو بیشتر احساس کنی. یعنی وقتی تو به جزئیات دقت میکنی باعث میشه که اون رو تصویر سازی کنی، یک تصویر ذهنی از اون خواسته توی ذهنت به صورت واقعی به وجود بیاد که اون احساسی که درونت به وجود میاد رو تشدید میکنه. یعنی مثلا هم که ببینی که من پارتنر دارم و یه تصویر سازی از پارتنر داشته باشیم، معمولا یه تصویر ذهنی ساده است، ولی این که به تصویر سازی کنی که پارتنر چه برخوردهایی قراره با تو داشته باشه، چطور با تو رفتار کنه تو موقعیت‌های مختلف، باعث یک احساس و یک حس درون قلب شما میشه، درون بدن شما میشه و این باعث میشه که خواسته شما به خاطر اون احساس و تصویر ذهنی راحت‌تر، بهتر، سریعتر و چیزی که میخواید دقیقاً به سمتتون بیاید. چون که کلید رسیدن به خواسته احساسه. یعنی چی؟ یعنی ما می‌نویسیم که یک احساسی رو درونمون به وجود بیاد. ما تصویر سازی می‌کنیم که یک احساسی درون ما به وجود بیاد. ما شوق‌گذاری می‌نویسیم که یک احساسی درون ما به وجود بیاد. همین کارها رو می‌کنیم که اول یک تصویر توی ذهن ما ایجاد شه که اون تصویر توی ذهن ما یک احساسی رو درون ما به وجود بیاره. پس ما هرچی با جزئیات بیشتر بنویسیم، اون لحظه احساس بیشتری از رسیدن به اون خواسته درون ما به وجود میاد و هرچی احساس بیشتری نسبت به اون خواسته، احساس هماهنگ با رسیدن به اون خواسته درون ما به وجود بیاد، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که اون خواسته زودتر توی زندگی ما تجلی پیدا میکنه. پس ما می‌نویسیم برای اینکه بدونیم دقیقاً چه خواسته ای رو به چه شکل و با چه جزئیاتی میخوایم. پس بعد جزئیات رو اینجا ذکر کنیم و می‌نویسیم برای اینکه یه تصویر ذهنی داشته باشیم، بدونیم اون چیه که میخوایمش. پس همین مهمتر، شما وقتی یک چیزی رو مکتوب میکنید چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که اون خواسته دیگه صرفاً توی ذهن شما نیست. اون خواسته یه چیز فراتره.
اون خواسته تحکیم شده، واقعی شده. و حالا میگیم که خب توی ذهن ما باشه، مگه اون احساس مهم نیست؟ هم که تو ذهن ما باشه و درخواستش رو دادیم دیگه. خب ما توی ذهنمون در روز کلی فکر هست، کلی تصویر هست، کلی حتی ممکنه خواسته باشه، شاید ما نخوایم، ولی خب کلی تصویر از بی نهایت امکان توی ذهن ما به وجود میاد. از اون لحظه که بیدار میشیم یعنی میگیم اگر این اتفاق این شکلی شه، اون اتفاق این شکلی شه، این اتفاق این شکلی شه، هی به چیزای متعدد فکر میکنیم و تو ذهن ما کلی مشغله است. حالا خواسته ما بین اون افکار و مشغله ها حالا یه جایی هست گم شده، حالا هر چیزی. ولی وقتی شما میاد خواستتون رو مینویسید باعث میشید که اون خواسته منتخب بشه. یعنی تو تصور کن 100 تا فکر هست، 100 تا تصویر هست، 100 تا احتمال هست، 100 تا امکان هست و تو این 100 تا رو میبینی تو ذهنت هست. حالا وقتی که تو میای مینویسیش انتخاب میکنی، میگی این 100 تا نه، اینو میخوام. و وقتی تو انتخاب میکنی، وقتی تحکیمش میکنی، در نتیجه رفتار تو هم تغییر میکنه. یعنی وقتی اون خواسته رو به صورت جدی میای بیان میکنی، تحکیم میکنی، مینویسی، اون نوشتن باعث میشه مغز بگه ببین انتخاب کرد، اینو میخواد، واقعا میخواد، نوشتش روی کاغذ. از اون به بعد رفتارش کمی تغییر میکنه، نمیگم خیلی تغییر میکنه که صرفا نوشتن باعث این بشه که تو رفتارت 100% بخواد تغییر کنه، اما رفتار تو تغییر میکنه، انتخاب‌های تو جهت‌دار میشن. برای مثال من دوست داشتم که پیج اینستاگرام داشته باشم. خب همش توی ذهنم بود که من یه پیج اینستاگرام دارم، حالا کلی چیزای دیگه هم تو ذهنم بود، من پیج اینستاگرام دارم، من فلان کار میکنم، من چنان کار میکنم، خب ولی هیچ کاری در قبال این پیج اینستاگرام نمیکردم. اوکی، این خواسته رو داشتم اما هیچ کاری نمیکردم. ولی وقتی اومدم نوشتم که آقا من میخوام که پیج اینستاگرامم مثلا 100,000 تا بشه، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش وقتی که نوشتم ناخودآگاه این باعث شد که اوکی تو میخوای که یک پیج اینستاگرام داشته باشی، امروز برای اون پیج اینستاگرام چی کار میکنی؟ مثلا بعد از اینکه نوشتم کوچکترین کاری که کردم بود که رفتم پیجای مرتبط با پیج خودم رو چک کردم. ذهن متوجه شد که آقا این خواسته واقعیه، پس دیگه انتخاب هایی که من کردم کمی جهت‌دار شد به سمت اون خواسته. مثلا من یه جایی پیج اینستاگرامم رو زدم و یک سری انتخاب ها کردم، ولی اومدم هدف تعیین کردم، گفتم مثلا دلم میخواد پیج اینستاگرام من 300,000 تا فالوور داشته، 500,000 تا فالوور داشته باشه. اینجا چی شد؟ اینجا خب من یه پیج اینستاگرام داشتم و میتونستم یه روز پست بذارم، میتونستم یه روز پست نذارم. ولی وقتی نوشتم 500,000 تا بشه، وارد جزئیات شدم، وارد چیزی که میخواستم واقعا اتفاق بیفته شدم، دیگه ذهن من اینجوری نبود که اوکی امروز اگر دوست داری پست بذار، فردا اگر دوست داری پست نذار. ذهن من اومد گفتش که من حتی روزی یک پستی که دارم میذارم برای 500,000 تا شدن کافی نیست. اون تارگتی که ذهنم بود، شاید برای یکی اون تارگت فرق کنه، ولی خب اون مسیر من بود. حتی روزی یک پستی که من دارم میذارم برای اون 500,000 تا شدنه کافی نیست. پس باید چیکار کنم؟ مثلا اومدم تعداد پستی که در روز میذاشتم و از 1 به 3 تا تغییر دادم. من بهتون بگم وقتی شما اون خواسته رو توی یک برگه میارید مکتوب میکنید، به ذهن یک دیدگاهی، یک جهت دادید برای آینده. قبلش ذهن اینجوریه که این آینده ها، اون آینده ها، این امکان ها، اون امکان ها، یا اینوری میرم یا اونوری میرم. ولی وقتی شما تحکیمش میکنید ذهن یه جهت میگیره، میگه هر آینده ای نه، این آینده من اینو میخوام. بعد به جای اینکه میگه حالا یا اینوری میرم یا اونوری میرم، میگه نه ببین مسیر اینه، این چیزی که خواسته شده اینقدر جدی بوده که نوشته شده، انتخاب شده، پس این وری اون وری قرار نیست من برم، قراره برم این ور، فقط این ور. و وقتی که جهت دار شد راحت‌تر یک سری موقعیت ها رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی تا قبلش حتی اگر یک موقعیت در جهت رسیدن به خواسته تو بود که به تو کمک کنه، اما ذهنت
چون که دقیقا نمیدونست قرار چی کار کنه، اون موقعیت رو هم حتی برای تو هاید میکرد. بذارید براتون اینطور مثال بزنم. یعنی من صرفا دارم این مثال رو میزنم، حالا خلاق‌تر میشم تو ویدیوهای بعدی مثالهای دیگه براتون میزنم. ولی مثلا قبل از اینکه من تصمیم بگیرم پیج داشته باشم، شاید به محتواهایی که تو اینستاگرام میدیدم صرفا به چشم یک محتوا میدیدم، سریع میزدم بعدی تون 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 تون. ولی دیگه وقتی تصمیم گرفتم پیج داشته باشم، دیگه چشم من، ذهن من صرفا به اکسپلور، به چشم دیگه مکان سرگرمی که تون تون اون ویدیوها رو بزنی بره بعدی نگاه نکرد. شروع کرد موقعیت ها رو دیدن. مثلا وقتی میدید که یه پست تو اکسپلور هست، میدید که ویوش چقدره، چه ایده ای استفاده کرده. یعنی منظورم متوجه میشین؟ یعنی منظورم اینه که ذهن اگر شما یک راه مشخصی براش نذارید، موقعیت ها رو نمیبینه، از دست میده. اما وقتی شما یک راه مشخص براش بذارید، دیگه از اون به بعد خیلی از راه ها رو بهتر میبینه، خیلی از امکانها رو میچسبه بهشون، چی بهش میگن، از دستشون نمیده، چون پراکنده است. و این نوشتن، پس ما متوجه شدیم که نوشتن به ما کمک میکنه که ذهن ما یک جهت داشته باشه و در انتخاب ها و رفتار ما نسبت به اون مسیر یک جهت داشته باشه، یک مسیری داشته باشه و انتخاب ها و رفتار ما رو یک کم، حالا نمیگم خیلی، تنظیم کنه نسبت به اون مسیر. و دومیش ما می‌نویسیم برای اینکه اون تصویر ایجاد بشه، اون تصویر یک احساس درون ما به وجود بیاره، اون احساس خوب، احساسی که خب وقتی ما می‌نویسیم یه تصویری میاد توی ذهنمون، اون تصویر یک احساس درون ما ایجاد میکنه. هرچی بیشتر تمرینش کنی، احساس بیشتری هم ایجاد میکنه. اون احساس باعث میشه که اون موقعیت بهتر بیاد سمت ما. پس یعنی ما با نوشتن یه تیرکمون رو برمی‌داریم و 2 تا نشون میزنیم. هم تلاش مادی میکنیم، ماده یعنی چی؟ یعنی ذهنمون جهتدار میشه، شروع میکنیم انتخاب‌های درست‌تر کردن در مسیر رسیدن به خواستمون، رفتار درست‌تر، و همین که احساس داشتن رو درونمون ایجاد میکنیم. خب وقتی تو هم تلاش میکنی برای رسیدن به اون خواستت به صورت مادی، همون احساس رو درونت به وجود میاری، چه اتفاقی میفته؟ اون احساسه که کلیده. اوکی؟ اون تلاش مادی که انجام میدی باعث احساس لیاقت درونت میشه. یعنی چی؟ یعنی این تو ذهنت به وجود میاد که از زمین و هوا قرار نیست به من برسه، من دارم براش کاری انجام میدم و این کاری انجام دادن باعث احساس لیاقت میشه. میگی من لیاقتشو دارم که به این خواسته برسم. احساس لیاقت، احساس ارزشمندی، احساس شادی دقیقاً با احساس تصویرسازی رسیدن به اون خواسته با هم کنار هم قرار میگیرن و یک دایره، یک حاله‌ای رو تشکیل میدن برای اینکه اون خواسته بیاد به سمت تو. پس الان ما متوجه شدیم که چرا میگن آقا بنویس تا اتفاق بیفته و متوجه شدیم که یعنی یه تکنیکی یاد گرفتیم برای نوشتن بخواست، برای خواسته. همچنان جمله بندی ها میذاره مشکل داره، اما دیگه به عنوان اولین ویدیو ازم بپذیرید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی